در نوشته های مقدس خدا اعلام کرد که مسیح می آید تا نجات دهنده جهان شود. حیات عیسی شهادت می دهد که او در حقیقت آنی است که پیغمبران پیشگویی کرده بودند. اشعیا پیشگویی کرده است که باکره آبستن شده پسر خواهد زایید. پس از عصرها تولید عیسی اجرایش آن پیشگویی بود. نوشته های مقدس اعلان کرده که مقدس تولید شونده پسر خدا نامیده می شود. این معنا دارد که عیسی از جهت روحانی نه جسمانی پسر خدا نامیده می شود. ما این را می بینیم در آن که او چگونه حیات گذراند. او بیماری آدمان را شفا می داد، گناهایشان را می بخشید، آنها را سوی خدا بر می گرداند و در ملکوت ابدی خدا برایشان جای وعده می کرد. او خود را چون قربانی در جای آنها پیشکش کرد و باز زنده شده مرگ را مغلوب نمود. عیسی گفت هیچ کس از من حیاتم را گرفته نمی تواند، من خودم آن را می دهم. حیات عیسی نه تنها نوشته های پیغمبران را اجرا کرد، بلکه راستی کلام مقدس خدا را نیز تصدیق نمود. پیغمبران اعلان می کردند کلام خداوند بی عیب است، کلام توی خدا ابدی است. عیسی خودش گفت آسمان و زمین گذرانند اما سخنان من جاودانی اند. عیسی آمد تا به ما حیات را به پرگی دهد. لیک وقتی آدم در باغ عدن به خدا اطاعت نکرد، انتخاب نموده به راه خود رفت، این کارش او را از آفریدگار جدا کرد. نوشته مقدس می گوید همه گناه کردند و جزای گناه مرگ است. معنای این مرگ روحانی است، یعنی ابداً از خدا جدا شدن. ولی چنان که خدا گوسفند داد تا در جای پسر ابراهیم مرد، همچنین او عیسی مسیح را فرستاد که در جای ما میرد. حیات، مرگ و احیایش مناسبت بین خدا و آنهایی را که به او باور میکنند برقرار نمودند. آنانی که پیرو عیسی می باشند نه تنها گناهایشان بخشیده شده است، بلکه از محکومیت ابدی خدا هم نجات یافتند. آنها بهشتی اند و با او ابداً زندگی می کنند. راستی به شما می گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات گذشته است. و راستی به شما می گویم ساعت می رسد و الکی رسیده است که مردگان آواز پسر خدا را می شنوند و هر که بشنود زنده گردد.